من محسن حاطف هستم، یک راننده کامیون و از طرف شرکت آریا دیزل دعوت شدیم برای تست جاده‌ای کامیونت 6 تن کاما در مسیر قزوین، رشت و استان مازندران. قراره که این ماشین رو با بار از نظر زیربندی، موتور، گیربکس و سیستم ترمز و تعلیقش در این جاده با بار تست کنیم و نظر اون رو خدمت شما اعلام کنیم. سربالایی‌ها رو که اومدیم انصافاً بعد بگه آدم خب شتابش خوبه، قوی بودن موتورش اینا، من احساس میکنم که سربالایی رو خوب اومده. آمپرش اینا هم که حالا هوا الان تقریبا خوبه، آمپرش هم زیاد بالا نیومد. بچه‌ها رو ترمزش خیلی میپرسیدن، گفتم ترمزش چطوره؟ ترمزم که واقعا ترمزش خوبه. حالا کاری با خفه کنه موتورش نداریم که خفه کن داره. چاله چوله هم که دیگه نگاه کن دیگه، ببین ما دستامون هم حتی بل کردیم که جلو بندیش هم یه تست کنیم ببینیم چه جوریه. خب این ماشین یه موتور یوشای 150 اسب بخاری داره که موتور M6 بهش میگن، استاندارد آلایندگی یورو 5 رو داره، ادمونوخور، ترمزای بادی، کلاج بادی و مجهز به خفه کن موتور هستش. خفه کنش هم نسبت به باری که الان داریم تو سرازیری میدیم خوب عمل میکنه. با توجه به این وزن باری که داریم نزدیک به 3.5 تن بار، سرعتش خیلی خوب بود، شتابش خوب بود، تو سربالایی ها ماشین کم نمی آورد، دنده ها یه مقدار اونم احساس میکنم به خاطر نو بودن ماشینه، یه مقدار دنده ها سفت بود، ولی کلا شتابش خوب بود، فرمانپذیری عالی داشت، ماشین فرار نداشت، شونه خالی نمی‌کرد به اصطلاح راننده ها. کلا از لحاظ هندلینگ ماشین عالی بود. کلا اتاق ماشین نسبتاً طراحی خوبی داره، طراحی قشنگی داره، سیستم داشبوردش تسلط داری به مانیتورت شما، به دکمه‌های سیستم گرمایشی سرمایشی، فرمون قشنگی داره، کروز کنترلش، دکمه‌های ولوم ضبط رو فرمونه، داشتن کروز کنترل، رادار خطخوان، دوربین دنده عقب، اینا امکاناتیه که واسه راننده‌های کامیونت، مخصوصا رانندهایی که توی شهرها بار جابجا میکنن، خیلی امکانات خوبی گذاشتن روی ماشین که میگم توی ماشین‌های نسل جدید من این امکانات رو 2-3 موردش رو ندیدم. خب این ماشین یه شاسی 7 متری داره که طول بارخورش 5 متره و فاصله بین محوراش 3 متر و 80 سانته که الان روی این ماشینی که ما الان آوردیم توی جاده
کاربری چادری هستش روش که ما 16 تا بشکه رو بار زدیم که فکر می‌کنم هر بشکه حدود 210 کیلو باشه. راننده‌های کامیونت که با چادر کار میکنن خودشون در جریانن. ارتفاع داره، جایی که باد شدید باشه ماشین یه مقدار اذیت میکنه، ولی خوشبختانه این ماشین مخصوصا تو جاده گیلان که اومدیم با اینکه یه مقدار بادم هست ولی نه، ماشین خیلی خوب بود، زیر دستش عالی بود. جای خواب و کابینش بود. جیلی سواری جلومون یه ترمز ناگهانی زد، دنده‌هاش خیلی جذب، ترمز اضطراری خیلی خوبی داره، خفه کنش یه چیز معمولی بودش. میکشه این ور اون ور ماشین رو یا نه.